فصل 12. ذهن نیمه هوشیار. گام 11 به سوی ثروت. ذهن نیمه هوشیار شامل آن فراستی است که در آن هر انگیزه فکری که با کمک قوه‌های حسی پنجگانه به ذهن هوشیار میرسد طبقه بندی و ضبط می شود. از ذهن نیمه هوشیار است که فکرها را می توان به یاد آورد، درست به همان شکل که می توان با بیرون کشیدن نامه ها از پرونده ها به متن آنها توجه نمود. ذهن نیمه هوشیار فکرها یا احساسات را بی توجه به ماهیت آنها در خود نگه می دارد. می توان داوطلبانه در ذهن نیمه هوشیار خود برنامه اندیشه و یا هدف را که می خواهید آن را به معادل فیزیکی یا پولی آن تبدیل کنید بسپارید. این مطلب را با توجه به آنچه در فصل میل و اشتیاق گفتیم در نظر بگیرید. می توانید از 6 مرحله‌ای که در آنجا به طور اختصار بیان کردیم استفاده کنید. 6 مرحله خلاصه شده در این فصل را رعایت کنید و دستورالعمل‌های پیشنهاد شده در مورد اجرای برنامه‌ها را در نظر بگیرید. با این کار اهمیت انتقال اندیشه را درک میکنید. ذهن نیمه هوشیار انسان شب و روز فعال است. ذهن نیمه هوشیار با استفاده از فراست به انتها میتواند میل‌های شخصی را به معادل فیزیکی آن تبدیل کند. امکان اداره 100% ذهن نیمه هوشیار وجود ندارد، اما میتواند با آسانی برنامه، میل و هدف خود را به آن رسانید. بار دیگر به شما توصیه میکنیم دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از ذهن نیمه هوشیار را به شکلی که در فصل مربوط به خود تلقین کنی توضیح دادیم استفاده کنید. به دلایل‌ها و شاهدان مختلف میتوان گفت که ذهن نیمه هوشیار میان ذهن محدود انسان و فراست به انتها ارتباط برقرار میسازد. این رابطه است که با کمک آن میتوان از فراست به انتها به فایده خود استفاده کرد. چگونه میتوان از ذهن نیمه هوشیار برای تلاش آفرینده استفاده نمود؟ اطلاعات انسان در زمینه ذهن نیمه هوشیار بسیار محدود است. وقت ذهن نیمه هوشیار قبول میکند و میپذیرد که میتواند عملی شما را به برابر وزنهای فیزیکی و مالی تبدیل کند، اهمیت کامل راهنمایی‌های پیشنهاد شده در فصل مربوط به میل و اشتیاق را درک میکنید و در میابید که چرا به شما اصرار کردیم که میل‌های خود را به روشنی بیان کنید و آنها را جای بنویسید. در عین حال به ضرورتی بردوامی در اجرای این برنامه‌ها پی میبرید. 13 اصلی که قبلا درباره آن بحث کردیم محرک‌هایی هستند که میتوانید به کمک آن روی ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذارید. اگر در نخستین اقدام خود به این مهم موفق نگردید ناراحت نشوید. بدانید که ذهن نیمه هوشیار میتواند خود به خود و تنها به کمک عادت تحت تأثیر راهنمایی‌هایی که در فصل ایمان از آن حرف زدیم هدایت شود. شما هنوز فرصت آن را که با ایمان و باور آگاهی پیدا کنید نداشته اید. صبر و شکیبا را از دست ندهید. بردوامی و پایداری را فراموش نکنید. بسیاری از عباره‌های درج شده در فصل‌های مربوط به ایمان و خود تلقین کنی در اینجا تکرار می شود تا ذهن نیمه هوشیاری شما بتواند از آن استفاده کند. به خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هوشیاری شما داوطلبانه عمل می کند. در اینجا طبیعتاً به این نتیجه می رسید که اندیشیدن به هراس و فقر و دیگر فکرهای منفی محرک برای ذهن نیمه هوشیاری شما هستند، مگر آنکه بتوانید این تکان را در اداره بگیرید و آن را به طور دلخواه تر غذا دهید. ذهن نیمه هوشیار بیکار نمی ماند. اگر در ذهن نیمه هوشیار خود میل نکارید، تحت تأثیر هر اندیشه‌ای که به آن برسید واکنش نشان می دهید. قبلا گفتم که انگیزه‌های فکری از منفی گرفته تا مثبت پیوسته به ذهن نیمه هوشیار ما می رسند. در حال حاضر کافی است به خاطر داشته باشید که با توجه به آنچه به علم و آگاهی شما به ذهنتان می رسند زندگی می کنید. برخی از این فکرها منفی و گروه دیگر مثبت هستند.
در این مرحله باید ذهن نیمه هوشیار خود را بر روی انگیزه‌های منفی ببندید. باید به جای آن فکرهای مثبت را به ذهن نیمه هوشیار خود هدایت کنید. وقتی به این مهم میرسید، کلید کشادن ذهن نیمه هوشیار خود را در اختیار دارید. می توانید آن را چنان اداره کنید که هیچ اندیشه نامطلوب نتواند بر ذهن نیمه هوشیار شما اثر بگذارد. بدانید هر چی را انسان می آفرد به شکل یک انگیزه فکری است. انسان تا چیزی را در اندیشه خود نبیند نمی تواند آن را آفرد. انگیزه فکری به کمک نیروی تصور و تخیل می تواند به برنامه تبدیل شود. وقتی تخیل و تصور انسان تحت نظارت درآید، می توان از آن برای ایجاد برنامه یا هدفهایی که با موفقیت در پیشه شخصان می انجامد استفاده کرد. انگیزه های فکری برای آن که تبدیل به برابر وزنهای فکری خود شوند، باید اول از راه تخیل و تصور گذشته با ایمان و اعتقاد همراه شوند. در هم آمیختن ایمان با برنامه یا هدف تنها به کمک تصور و تخیل امکان پذیر است. با توجه به این گفتار، برافشانی مشخص است که استفاده داوطلبانه از ذهن نیمه هوشیار لازمه هماهنگی و استفاده از همه اصل هاست. احساس مثبت را در خدمت خود بگیرید. با توجه به دلایل موجود، تنها فکرهای آمیخته به احساس می توانند روی ذهن نیمه هوشیار تأثیر بگذارند. حقیقت کاملا شناخته شده است که احساس یا هیجان بر بسیاری مردم حکومت می کند. اگر درست باشد که ذهن نیمه هوشیار به سرعت بیشتری تحت تأثیر تکانهای فکری آمیخته با احساس و هیجان قرار می گیرد، لازم است که با احساسات و هیجانهای مهمتر آشنا شوید. 7 احساس مثبت مهم و 7 احساس منفی مهم وجود دارد. احساس منفی به آن که دخالت داشته باشیم بر تکانهای فکری ما جای می گیرند و به ذهن نیمه هوشیار ما می رسند. اما جنبه های مثبت را باید به فکرها داخل کرد و راه انجام این کار خود تلقین کنی است. راهنمایی ها درباره تلقین کنی در فصلی که با همین عنوان در کتاب آمده است درج شده است. این تکانهای هیجانی به وجود خمیرتروش در نان شباهت دارند، زیرا تکانهای فکری را از حالت تاثیرپذیری به حالت فعال در می آورند. با این حساب می فهمیم که چرا تکانهای فکری که به خوبی با احساسات در آمیخته باشند بهتر از تکانهای فکری که از منطق سرچشمه می گیرند مهمتر هستند. شما مهیا می شوید تا گیرنده درونی ذهن نیمه هوشیار خود را تحت تاثیر قرار دهید تا از آن برای حاصل کردن ثروت استفاده کنید. بنابراین لازم است که روش کار این گیرنده درونی را بشناسید. باید به زبان او حرف بزنید. او در غیر این صورت صدای شما را درک نخواهد کرد. گیرنده احساس یا هیجانی را بهتر از هر چیز درک می کند. با این حساب اجازت بدهید 7 احساس مثبت مهم و 7 احساس منفی مهم را برشماریم تا در شرایط قرار بگیرید که با شناسایی این دو از جنبه‌های مثبت استفاده و از جنبه‌های منفی خودداری کنید. 7 احساس مثبت مهم: میل و اشتیاق، ایمان، عشق، جنسی، دلگرمی، تخیل و امید. البته احساسات مثبت دیگری هم وجود دارند، اما این 7 مورد که به آن اشاره کردیم از جمله مهمترین احساسات بشری هستند که باید از آنها در تلاش‌های آفرینده استفاده کرد. بر این احساسات غالب می شوید و توجه داشته باشید که تنها استفاده و کاربرد آنها تاثیرگذار واقع می شود. غیر این احساسات به دیگر احساسات مثبت نیز توجه داشته باشید تا در وقت ضرورت از آن استفاده کنید. فراموش نکنید که شما کتابی را می خوانید که قرار است با پر کردن ذهن شما
یا برای تأثیر گذاشتن بر احساسات شما ذهنیتی دریافت پل را در شما ایجاد کند. 7 احساسی عمومی منفی: ترس، حسادت، تنفر، انتقام، حرص، خرافات و خشم. احساساتی مثبت و منفی نمی توانند به طور همزمان ذهن شما را اشغال کنند. در یک لحظه تنها یکی از آنها بر ذهن شما حاکم است. این وظیفه شماست. کاری کنید که احساسی مثبت در ذهن شما حضور داشته باشد. اینجاست که قانون عادت در شما کاربرد پیدا می کند. عادت استفاده از احساسات مثبت را در خود ایجاد کنید. باور کنید اینها سرانجام چنان بر ذهن شما غالب می شوند که به احساسات منفی اجازتی ورود نمی دهند. تنها با استفاده پیوسته و عملی از این راهنمایی هاست که می توانید اداره ذهنی نیمه هوشیار خود را به دست گیرید. وجود یک احساس منفی در ذهن هوشیار کافی است تا تمام کمک‌های سازنده ذهن نیمه هوشیار را از بین ببرد. سری عبادتی تأثیرگذار. حتما شما هم دیده اید که بسیاری شخصان زمان دست دعا به سوی خدا برمی‌دارند که همین راه‌ها را آزمودند و به جای نرسیدند. در غیر این صورت در بسیاری موردها دعایشان رسمی و تشریفاتی است. حقیقت است که بسیاری از نیایش کنندگان زمان تن به این کار می دهند که برای موفق شدن هر دری را زدند و موفق نشدند. این کسان با ترس و دودیلگی نیایش می کنند و ذهن نیمه هوشیار نیز با توجه به این احساسات عمل می کند. اگر شما به دلیل دعا می کنید اما نگرانید که با دعا به آن نرسید یا می ترسید که دعایتان مستجاب نشود، این دعای و نیایش به اثر و به حاصل است. اما گاه شاهد هستیم که دعای ما موردی اجابت قرار می گیرد. اگر تا کنون دعایتان اجابت شده است، به حافظه خود رجوع کنید و ببینید که در آن لحظه چی ذهنیت و چی روحیه داشتید. بیشک در میابید که سخن من امر نظری و عملی نیست. روش ارتباط با خدا شباهتی زیاد به لرزه صدا و وسیله رادیو دارد. اگر از طرز کار رادیو آگاهی داشته باشید، میدانید که صدا را نمیتوان رسانه‌ای کرد و شنید مگر آنکه آن را تبدیل به لرزه های کنید که گوش انسان آن را بشنود. مرکزی فرستنده رادیویی صدای انسان را میگیرد و با لرزه هایی که در آن ایجاد می کند آن را به گوش می رساند. تنها در این صورت است که می توان صدا را رسانه‌ای کرد. ذهن نیمه هوشیار در حکم واسطه‌ای که دعای و نیایش انسان را به شکل قابل درک برای فراستی به انتها تبدیل می کند. پیام را به او می رساند و از او پاسخی در قالب برنامه یا نظریات قطعی دریافت می کند. این اصل را فراموش نکنید. به همین دلیل است که تنها خواندن یک کتاب دعا نمی تواند علاقمندی میان ذهن انسان و فراستی به انتها ایجاد کند.